سلام، چطورین؟ خیلی خوش به ویدیو. من رکسیون هستم و امروز تو این ویدیو قراره که با هم دیگه پارت اول واکتورو بازی جی تی ای وی رو با هم دیگه داشته باشیم. از این ویدیو خوشتون میاد ازت کافی رو ببرین دیگه. فکر گفتن نمونه بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. اگر این ویدیو به دردتون خورد و دوست داشتین که بازم این ویدیوهای واکتورو براتون بذارم، حتما ویدیو رو لایک و چنل هم دنبال کنید دیگه. حرفای گفتن نمونه بریم سراغ ویدیو. خب شما وقتی وارد بازی میشین با یه همچین صحنه ای روبرو میشید که باید به سمت این ور بیاید. و همینطور که میبینید اینجا مایکل میگیره و پرتش. خب اینا رو هر کدوم اگه با ایم فقط اشاره کنید خودشون میرن. اگر تیر بزنید یا شلیک کنید مرحلتون یه جورایی خراب میشه و باید دوباره همین کارا رو تکرار کنید. خب اینجا همونطور که اون بالا داره بهتون اشاره میکنه، اگه با دسته هستین که دکمه فلش به بالا رو بزنید، اگه با کامپیوتر هستین دوباره همونو بزنید، اشکالی نداره. خب وقتی که تلفنتون باز شد، زبده رو دوبار پشت سر هم بزنید و همینطور که میبینید اینجا یه بمب میترک. خب الان باید برین این پولا رو از اینجا بدوزید. میریم. خب و وارد اینجا بشید. این پولایی هم که رو زمین هستن میتونید بردارید، حدود 2500 دلار. و بعد که بیاید این ته، بقیه پولا رو برمیدارید. اوکی. حالا بعد اینجا خارج شید. وقتی که خارج میشید اینجا این مرد همینطور که میبینید ماسک مایکل رو در آورد و سمتش اسلحه گرفت. حالا شما باید چیکار کنید؟ تنها کاری که شما میکنید اینه که فلش سمت پایین رو نگه دارید و شخصیتتون و کاراکترتون رو سویچ کنید روی ترور و اینجا فقط با یه تیر تاق اینو بکشید. خب بعدش حالا الان باید به سمت این ور برید و یه جا پناه بگیرید. اینجا میتونید قایم شید. چه قایم شید؟ خب الان من منتظر باشید که این حاج آقا بره اونجا بمب بذاره و بمب بترک. اوکی، بسیار عالی. حالا بعدش میای اینجا و این کنار این دکمه رو میزنید تا این در باز بشه. بعد که خارج بشید مامورای پلیس بهتون حمله میکنن که باید اینا رو بکشید. آی بیا اینجا. کجایی؟ اینا رو اول بزن. وای من چقدر ایمان بده. او این ورم هستن. پاشوت چرا این دور؟ ای تیرام تموم شد. او میتونید کاراکترتون هم سویچ کنید، مثلا بین دوتا کاراکتر مایکل و ترور. اینجا بود. کجا بود؟ سعی کنید که نمیرید، چون اگه بمیرید دوباره همین مراحل باید تکرار کنید. یکی اینجاست میگه. عجب آدمی. چیکار؟ خب ای وای. اوی اوی اوی. وای من چقدر ایمم بده. خب اینم وای. آی اینجا چرا؟ اینجا این از تو، اینم از تو و اینم از تو. چرا انقدر زیادی؟ دوتا تیر دارم. تموم. خب وقتی که این همه رو کشتین دوباره یه ماشین دیگه میاد. اینا رو هم بزنید دیگه کاری شما ندارید.
فقط میتونید که همین نمیمیره این چرا داداش میمیری. خب فقط همینو بیاید با این با ماشینه که میاد دیگه میتونید کاری نداشته باشین و به سمت این ماشین بیاید و سوارش میشه. بیاید بچه. ای خدا با وایسیم تا اینا میاد. چه عجب. اوکی. خب ای وای پلیس افتاد دنبالم. اینجا الان سعی میکنی که ترور به ماشین پلیس شلیک کنه. او رانندمون مرد. چه جالب. خب پس الان از اینجا بعد باید خودتون رانندگی کنید که به راحتی میشه رانندگی کرد. فقط کافیه که آردو رو فشار بدین و با همین چی بهش میگن اسکرول و رانندگی رو قطعا میدونم که همتون بلدین، اما باز با آردو میتونید گاز بدین و با همین وای اسم اینو من نمیدونم، حالا ما بهش میگیم اسکرول. با همین اسکرول وقتی که به سمت چپ یا راست برید ماشینم به همون ور هدایت میشه. اوکی. آی ای وای آخ بد زد. مشکلی نداریم. اوکی همگی زندن. آره خدا رو شکر. اوکی. خب اینجا الان انیمیشنش اگه تموم بشه. او آخ بد زد. خب ترور چقدر سریع هم رفت قایم شد. چه جالب. مایکل هم زدن. خب الان وقتی که نوبت به بازی شما میرسه دیگه شما لازم نیست که اینا رو بکشید، فقط میتونید همونو به سمت راست برین و همینطور که میبینید کل اون انیمیشن ها براتون رد شده. اما اگه بخواید که پلیسا رو بزنید باید همینطوری صبر کنید. الان ترور برای خودش گروگان گرفت. اوه فرار کرد. مایکل و اون یکی هم که اونجا ول کرد دیگه. آره خب الانم چی میشه؟ اینجا خانواده اگه اشتباه نکنم اینا خانواده مایکلن. فکر میکنن که مایکل مرده اگه اشتباه نکنم. خب این از بخش اول مرحله 1. الان بعد این انیمیشن که داره پخش میشه میریم سراغ بخش دوم و بخش پایانی انیمیشن. خب بله داشتم درست میگفتم. مایکل رو سنگ قبرش همونطور که میبینید نوشته شده. خب اینم از بخش اول مرحله 1. برو بریم سراغ بخش دوم که بخش دوم با صحبت‌های مایکل و روانپزشکش شروع میشه که اینجا زیاد حرفاشون واجب نیست، برای میتونیم اسکیپ کنیم. و اما اومدیم روی شخصیت فرانکلین. شما اگه بیاید روی شخصیت فرانکلین اینجا الان دیگه بخش دوم مرحله 1. اینجا دوتا ماشین میبینید که میتونید اینا رو بدزدین یا کلا مرحله همینه. بعد اینا رو یک شو بردارین به انتخاب خودتون. حالا ما این سفیده رو برمیداریم. الان هم باید
دنبال این ماشین قرمزه برید تا جایی که اجاره تموم بشه کارتون. خب کجا میری؟ داره برف میباره زیاد بین زمستون که میاد بی بودو بپوشون گردن تو هرچی میپوشی میاد برون دونه 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 برف میریزه رو مجه ها تو این دلم میریزه دوتا این دوران شمشک و بقیه بچه ها میگن که چرا روشن کن دیگه بیا پینگ بزنیم و نقشیم و بنده خواهی بوسن کن دیگه هوا خیلی سردی یخ زدم بودو بغلم کن دیگه بغلم کن دیگه آتیش رو روشن کن دیگه بیا پینگ بزنیم و نقشیم و بنده خواهی بوسن کن دیگه هوا خیلی سردی یخ زدم بودو بغلم کن دیگه بغلم کن دیگه جمع کن بریم یخ زدم هیور تو هم تو چرا از من دوری باز بد میدم اصلا میدونم یکی نیست بگه من مجبوری سرمه دوتا دستام تو جیب من لشم شما رفتار تو شیک شما به من نسی میدی من پشتش میزنم به همن کوچیک علف و زدم و چتت شدم تو بازم و میگیری تو عالی انقدر لازمه دارم انگار ترام تو کارالید شمالی شاید به هم میگی با این وضعیت چرا بازم تو خواری اینجا ایران آبا سرد گازم قطع تو کف بخاری بیا دل نکن بیا به ما بشم وقتی هوا سرده تو بغلم میکنی دیوانه میشم آره دیوانه میشم حتی نفسات عشقه تک تک قلبان عشقه منتظر موندم واسد حتی تو سرما عشقه تو رو یه بار دیدم قدیم قد 100 بار عشقه آتیش رو روشن کن دیگه بیا پینگ بزنیم و مرشیم و بعد یه وایی بوسن کن دیگه هوا خیلی سردی یخ زدم بودو بغلم کن دیگه بغلم کن دیگه آتیش رو روشن کن دیگه بیا پینگ بزنیم و مرشیم و بعد یه وایی بوسن کن دیگه هوا خیلی سردی یخ زدم بودو بغلم کن دیگه بغلم کن دیگه حالا تمام اینا که میرقصن دستا بالا سر دستا بالا سر بالا 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 دست دستا بالا دست به جان دلم خب حالا اینجاش که فقط ضربه موقعشه که ادینا 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 1 2 3 4 بالا 2 3 اول 1 2 3 4 بالا 2 3 اول سوتیا هر وقت گفتم آماده باشم هر وقت گفتم سوتیا با جیغیا سوتیا سوتیا همه یا ماشاءالله مرد خواب از چشم من دختر پاییز قلبم از احساس عشق با تو شد لبریز خرمن گیسو بیار دامن چین چین ناز عشق بیشمار نکن یار همچین عاشق میدان
میشید توی این گاراژ پارک میکنید. حالا یه ذره برید داخل ترم بهتره. وقتی هم که برسید مرحلتون تمومه و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت کافی رو برده باشین. اگر تونستم با این ویدیو بهتون کمک کنم یا اول فصل، خب این هم جواب بدین بچه‌ها که مرحله بعدی براتون مشخص شه. قطع کنین دیگه واجب نیست. الان مرحله بعدی برای من روی نقشه مشخص شد. و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت کافی رو برده باشین. اگه تونستم بهتون کمک کنم لایک یادتون نره. چنل حتما دنبال کنید که از واکتورهای جی تی براتون این بعد بیشتر میذارم. دمتون گرم، مرسی که میدونم تماشا کردین و با ویدیوهای بعد و پارت های بعدی جی تی میبینمتون. فعلا پیس.